بله عروس جان هم چای خونه مادر جان ببخشیم شما خود این کارو شرمنده میکنیم. میذاشین من خودم میآوردم مادر جان. پاچی عروس جان تو عروس بمینی تو دختر منی به تعزیه خونه. شما مثل مادر منین. خیلی نوشک جان تو بخور. مونده شدی از کی؟ بگم عروس جان تو دیگه به تعزیه خونه یک اربابی. تو بگی بخور میخور. تو بگی نخور نمیخور. نه من چه ریتی بگم خوشو جان. خاطر دیگه تمام زندگی همه به دست تو. دل جان شما به خانه حق دارید. شما بیت خوشویی نیو. میفهمم. مثل اولاد خود بینی فرق نمیکنه. نه مادر جان شما کلون مونین شما هر کار بگین من همون کار میکنم. من بدون اجازه شما کار نمیکنم. تا شما به این خونه هستین شما کلونین به این خونه. نه همه کار به تعزیه خونه تونی. همه تمام زندگی به دستتونه. نه مادر جان تا شما به این خونه هستین ما خورده کار صبری مادر. نه دختر خوب بگو نگاه کن خجالت نکش به تعزیه خونه. آره امشب چی میخوری؟ امشب دلم ما پیزا تیار کنم مادر. اگه شما خوش داشته باشید. خوب تیار کنن اما هر چی که تو تیار کنی من میخورم. شما جوونا بخورید من به کنار شما میخورم. خوبه مادر جان. از وقتی که دختر خوب بگم هم هر چی که خوش داری همون رو ببار کن. خوب. که بدل خود تو باشه. من میخورم به کنار شما. خوبه مادر جان. اگه شما پیزا نمیخورید که به شما چیز دیگه تیار. نه هم یک چیز تیاره. من میخورم من بفهمم چی رقم پیزا به نمزه چی میده با دیگاه که تو با چیزایی که تو یاد نداری از ما بپرس من به تو میگم. خوبه مادر جان. ما گفتیم امشب پیزا تیار کن به دوره هم بشینیم نوشابه هم بیاریم بخوریم. خوبه نه اما هر رقم که تو خوش داری من میخورم به کنار شما. خوبه نه جان تیار میکنم. زنده بشی سلامت بشی. چیزایی که با تو نمیفهمی با بگم من برای تو یاد بدم. خوبه مادر جان چون به بعضی وقتا به میدی کدم به مشکل میخورم به فکر میمونم. هیچ غمی نداره نه که تشویش کنی هیچ غمی نداره. بگو میام بالا سر تا تو یاد بدم. خوبه نه جان. آنها ما که دشمن بشار بشی ما از عروسا دیگه سر بشی. خوبه نه جان. در وقت که دست رو کی میچو. خدا خیر کنمش بیالا جمع کنم. بابا اشتری یا خوشحالی جونت جوره خوب هستین سلامت بشی اشتری بابا. خوبه بابا چی عجب که شما این طرفا بیامده بابا جان. با خدا گفتم از تو خبر بگیرم میگم بابا خیریت باشه. خیریت مردم خود با کشته میدن که برم بخونی پیار خود چند شایی بستن این دو ماه اصلا دور نمیزنه به چهردی بر ما خیریت باشه. هر گپ بزن که تو خوشو و خسور تو نمیخذاره که ما خود اینا گپ زنم که این رقم هم ظلم نکنم به دختر نه بابا جان این چه گپی نیه. هیچ گپی نیه بابا جان. خاطر به می روزا خونه ما یکم شلوغ خوشوی من یکیه میمون زیاد داریم همه به خونه نوی میایه با چند روز دیگه خود خوشو خوبا میایه به خونه شما. خیره بابا هم تو خوش بشی ما هم خوشیم. همین مادر تو گاهی وقتا تشویش میکنه میگه چرا دختر من نماد برو از او خبر بگیر چرا نمیای به خونه به خاطر همو نه که ما خوشی تر مایه. از طرف ما بابا هیچ تشویش نکن. من اینه که به خونه شما بودم به اینجا گام به مرقم خوشوم برده خدا خیلی خوده من خوبه ایت مثل مادر به شما بگم هیچ مشکلی نیه. اصلا پدر مادر خوشبختی اولاد خورمایم تو که خوشبختی من خوشحالم. نه بابا خدا رو شکر خوشبختم هیچ مشکل نیه به خونه. همین خبره که مادر تو خورم زندگی میکنه چقدر مادر تو خوشحال میشه. سلام خیر سلام علیکم. اشتن خوب امتیاز سلامت امتیاز خوشحالی. خوبه. خیلی خوش آمدیم قربان قدم شما. خیلی ببخشیم که دختر میشیشتی و چای رو شما آورده. ايش میکنم غمی نداره ما دختر شما نداره. خب ما عروس خوشونی مادر دختری. خوب الهی شکر من خیلی خوشحال شدم بیگه فهمیدی؟ زنده باشی سلام. اگر این هرچی نکنی جوونه اگه کمی و کستی از این میبینیم شما نه باز کمی کسی بینو خودم بریم میگم میفهمم. راهنمایی بکنیم. اگر راست بپرسیم مادر از تشویشش که چرا نمیای دختر من بخونیم؟ راست میگی من چی نکنیم مادر دیگه. با دختری که تازه او عروس کرده دیگه. بیا از دیگه بعضی خونه میبینیم بعضی خوشو میبینیم به زبونه. بالاخره دل با پس اولاد خو میشن خب نه شکر الحمدلله بازم میره اختیار خود داره میری مادر جان برو خود. نه آقا جان خوب. ایت نمیشه. نبودی به اینه که خود از این شما باشه. ما خود شما میرم مادر جان. خوبه مادر جان. باشه. خیلی نه. خود شوهر خوب بیایه خود شوهر شما بیایه. او وقت بیایم به کنار هم دیگه بشینیم لقمه گگ نونی بخوریم 4 کلمه هم اختلاط کنیم مثلا زنده باشین سلامت باشین. میگم بابا جان میمونام کمتر شه با فرداد پس با خودی خوشو میایم به خونه شما. خیلی خوبه. میگم من خیلی بزی فکرم خوب که این دختر من
خدای نخواستن آزرده نکرده باشه شما. نه گفتم مثل دختر منو به تازیخانه. نه میگم ببخشید من شوخی کردم، حالی بفهمیدم که شما دوتا مثل مادر و دختره. دیگه گپ بزنیم اجیلالا کجایم؟ اجیلالا دیگه خود شما میفهمید صبح که میشه میرم هم درد کن دیگه تا شما هم درد کن خونم دیگه کلام که دیگه دریم. میگم بابا جان چاشت بشینیم به منجیگا نریم. من میرم که دیگه چاشت ببار کنم خود مادر جان و شما اختلاط کنیم. کاکا جان هم زنگ میزنم که چاشت بیایم به خونه خود شما نان خورم. نه دخترمه، من میرم که مادر تو اگر راست بپرسیم من گفتم حواسانه به چی تیار میکنیم. گفت امروز چاش یک شعله کلمه بوده تیار میکنم. نیش جان شما نیش جان شما. من بخیر برم شعله کلمه چاش بخونه مادر. نیش جان شما بخیر. بله از یاد شما نره. کاکا جان هم برداریم خود دخترمه بیاین که دوره هم اختلاط کنیم. بخیر میمونا شما که کم شد. میایم ان شاء الله مزاحم شما میشیم. همه میایم به خونه شما. بغض داماد بکنین که بعد مونده شه. خیلی خوشحال شدم از دیدن شما و از رفتار شما که با دختر مثل دختر رفتار میکنید. هم بابا قدری خوشحال بودن که این تاج سر بود. میفهمم بابا. تیار خوشحال باشید. زنده باشید سلامت باشید. خدا بخیر برید. برو نخوری پیا خوب رادیو. بابا جان. بله بابا. متوجه خوشو بشی که این خوشو کم پیدا بشی به این دل زمانه. خدا حافظ. شوهر خودم عزت کو خسر خودم همه عزت و احترام اینو. خوبه بابا جان. تیار بشی خدا. آخه علی سردار منو چون بگیشم ور در کاکا. خوبه بابا جان. چی حال داری خوبی؟ سلام خانم. آخرم خوبی سلامتی بخیری؟ سلامت باشید. چی گپه؟ هیچ گپای قرار نیست. جانانا جوره. یک رقمش بخی میکنه که فقط میگی. خدا شهر شهید میشم زن. همونجا تا شوم به تعدیق کن به سر پاخ استاد. این پاهم خوب. از این قسمت تا همینو همین درد نمیکنه. و علیکم جان کاکا. خوبی سلامتی؟ چی گپه؟ همین که میگم دست خرید میریم میان که چیکارش کنیم؟ چی میاردم؟ دوتا پفک دوتا چیز که میاردیم من دخترک دیگه لواشکی چیز میزی. البته می به بونه دخترک خودتم بخوری. خود دیگه از خوشی شیشیم دیگه اختلاط میکنیم میخوریم دیگه. زنگ زبریم. یک زنگ بزن بگو جلوی رو خواهیم چیزا بیارن. خوب گپ بزنی. خیره خوب بده. نه جان کاکا. از بعد هم اون چیزی که تو می گردن تو بسته حواس میکنی بدون گپ خوشی خو گوشی رو دادم زنگ زد که شما منو کار به تو برسون. چی گپ؟ هیچ گپی نیست. کاش که تو چیزی زنگ زنی مست بشی. بس خدا خمایم که عروس ما زنگ زنه بگه فلانی چیز رو ما میاد. خوبه کاکا جان از این به چیزی لازم به شما زنگ بزنم از راهو گرفته بیارید. دیگه چی گپه؟ اجاقای نامده بودن مادر اینا پریشون شده بودن گفتن برای این چهارشنبه دخترم بیاری چه نمیایه دیگه باز خدا پیگرده گفتن که باشه با میام خودی خوشوخو میام خود نمیکشیم چاشت نمیرفت حداقل من میامدم کاکا جون. ها کاکا جان بیامده بود آقا ما گفتم چاشت بستکل ما گفتک نمیام میرم که مادر تو هم حواسانه بار کردم شوله کلن خب چی بود تیار کردم با اونجا میرم گفتم بسیرن که کاکا جان هم زنگ میزنه بیاید باز رفتم دیگه گفتم خب خیر باشه یک شب بود ما میاییم. نمیکشیم دیگه حال شوله کلم بخونه با دیگه وقت میخوردم زنگ بزدم به خدا یادم بکردم کاکا جون. خیره باز کاکا جان یک شب دیگه باز ما خودم میریم به خونه یا بیازو بگفتن که چند وقتی که تو نمیایی باز ما گفتم خیره یک شب خودی کاکا جان و ننه جان خیلی سخت کردم دیگه باز بریم یک شب بشینیم تو کاکا جان هر وقت دیق میاری مادر پیار خو یاد میکنی تو خودت میدونی قراره که دکتر خوشی تو به سچرخ بشونه ببره درس را مادر تو تک کنه با پس خودی بیای تو با ما سیل نکن ما هزار گرفتاری داریم ما زمینمون هنی میره و میایه شاید عمل به دل پیار مادر تو برسیده باشه که دخترمون نمیگذارم تو آزادی جان کاکا دل جمع میتونی بری نمای که شوخ اجازه بگیری فقط با مادر جان خب بگو تو مقبول میبردم خونه مادر تو تن میفهمم کاکا جان من گفتم با یک چند روز بعد میمونم کم شه باش خودی خوشوخو میایم خلاصه یک وقت به دل از اونها چیزی نرسه که ما البته ایتواس داریم میفهمم اما من میفهمم که مادر خوشو تو عین مادر تو از مادر تو به تو بیشتر رسیدگی میفهمم من گفتم برای دل جمع باشن من میت زندگی من که مثل که به مو خونه اونا زندگی میکردم زندگی من بیشتر به این جگایه با بابا جان نمیت دل خوش برفتن نسونه. یعنی خانم به این کارهایی که تو نمیکنی آنقدر من از تو رضایت دارم آنقدر از تو رضایت دارم که میگم خدایا تو 100 سال دیگه هم زنده داشته باشه و تاثیر اولادام و تاثیر ما ولی که تو یک طریقی برخورد میکنی خدای عروس خود که مرتگه میگه البته دختره خداوند تو عمر بده